بدخشانیان را بیدار می کنم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى أيضا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله أيضا وانذر عشيرتك الأقربين. عرض ما و من چی دارد جز بروی هم زدن؟ موج این دریا شکستی شیشه یکدیگر است. بدیل مگذر از خاکی ادب خیزی بدخشان بی ادب، ای بسا بی دل کز آنجا صاحب دل می شود. مرحوم جمشید شعله. می خواهم در رابطه با سرزمینم، بدخشان زیبا و بدخشانیان عزیز، بدخشان دوست داشتنی، بدخشان و بدخشانیان بی‌نظیر، بدخشان مظلوم، صحبت‌ها و درد دل‌هایی با هموطنان خود داشته باشم. من در حدی نیستم که برای دیگران تعیین تکلیف کنم و یا نصیحت کنم، ولی از نگاه مسئولیت دینی و وطنداری و با مشوره با بعضی از دوستان خیرخواه اقدام به این کار کردم. در کار خیر حاجتی هیچ استخاره نیست. یادداشت‌های ضروری را که در این ویدیو میخواهم قبل از وارد شدن به اصل موضوع که عنوانش من بدخشانیان را بیدار میکنم است بسیار مختصر یاد بکنم. هدف از تهیه این ویدیو یک نیت نیک، خیرخواهی و احساس ضرورت مبرم در رابطه با زمان فعلی و وضعیت بدخشانیان عزیز و جوانان ما در سوشل میدیا است. میخوام در این رابطه صحبت‌هایی با شما داشته باشم. دوم، در این بحث رقابت یا جهتگیری یا منطقه پرستی نسبت به دیگر ولایات، نسبت به دیگر اقوام، جریان‌ها، سیاست‌ها، احزاب به افغانستان نیست. من صرف میخواهم که با بدخشانیان خود یک صحبت خودمانی داشته باشم. سوم، اگر در این رابطه هم ویژگی‌ها و ارزش‌های بدخشانی را، بدخشانی‌ها را، سرزمین بدخشان، فرهنگ بدخشان یادآوری میشم، این به معنای نفی امتیاز و صفت‌های خوب از دیگر مردم و از دیگر جاهای افغانستان نیست، چون در منطق ما یک قاعده داریم که اثبات شی نفی معدا را نمیکنه. یعنی یک چیزی را که خوب میگی به معناش این نیست که خوبی ها در دیگر جا و در دیگر مردم وجود نداره. چهارم، ما هدفمندانه میخواهم امراض اجتماعی را که در سوشل میدیا در میان وطنداران ما، بدخشانیان ما، چی در داخل و بیشتر در خارج از سالها بدین سو که مرض نفاق، مرض شقاق، مرض بدگویی، امو عادت کردن به بعض صفات مذمومه هست، در او رابطه بحث کنم، راههای علاج جزیره امرای شما در میان بگذارم. ما قسمی که گفتم در این رابطه مشوره های را با بعضی دوستا داشتیم. و پنجم، در نهایت باید یک کسی باشه که اینمی امراضه، اینمی مشکلاتی را که در یک جامعه، در یک مردم، در یک قوم، حتی در یک خانواده با میان وجود پیدا میکنه، ایره به عنوان یک زخم ناسور جراحی بکنه و ایره نشتر بزنه، ایره تداوی بکنه. ما بازم تاکید میکنم که ما در روحت نیستم، اما انتظار ما به مورد بود. کسی از دانشمندا و بزرگا در رابطه گپ نزد. پس آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نامی منی دیوانه زدن. ما خواستم که اینمی موضوعات همراه شما شریک بسازم. اگر ویدیوی ما 20-25 دقیقه می شود، چون موضوع بسیار مهم است، ما باید اول یک مقدمه را ذکر کنیم، بعد از او باید این مشکلات یادآور شویم، بعد از او راههای علاج این مشکلات همراه شما شریک بسازیم. با این حساب اگر ویدیوی ما درازم بشوم، ما به حیث یک برادر کوچکتان خواهشمند است که شما ویدیو را تا آخر ببینید. اگر این ویدیو را شما تا آخر نبینین، باز قضاوت شما ناقص میمانه. شما با موضوعاتی که ما پرداختیم شاید هیچ بحثی از این بحثی ما بیرون نمانه، باز ناقص میمانه. شاید در ذهن شما یک چیز خطور کنه که هدف از این بحث چی بود، به خاطر چی بود، چی نواقصی داشت. به این خاطر آرزو دارم که این ویدیو را تا آخر ببینین، نظرات خود با ما شریک بسازین
انشاءالله که در راه امی هدفی مقدس ما گام‌های بعدی را میبرداریم. انشاءالله که ویدیوها دیگه ثبت خواهد کردیم و نظرات شما را همراه خود داشته باشیم. خب اولین موضوع بحثی ما که قسمی که وعده کردم برجستگی های ولایت بدخشان و مردم بدخشان است. بدخشان از نگاه جغرافیایی در 44052 کیلومتر مربع واقع است که متاسفانه از زمان اول امیر عبدالرحمن خان بدخشان دو بخش شد. بیشترین بخش بدخشان در خاک تاجیکستان ماند و همین خاکی هم که امروز از بدخشان مانده یک خاک حاصل خیز، یک خاکی است که انبوهی از معادن، از ثروت، از دارایی، آب، طلا، لاجورد، لعل، زمرد در کوههای از در دل کوههای از جای داره. و این بدخشان اگرچند که کوهستان است، یک جغرافیای بسیار بزرگ است که بعضی دولت ها مثلا دولت دانمارک 45000 کیلومتر مربع خاک خشکی از غیر از گرینلند. یعنی بدخشان از نگاه جغرافیایی در حد یک دولت کوچک است با همین مزایایی که من ذکر کردم. که بدخشان علاوه از این مزایا در مزایای جغرافیاییش با چین، با پاکستان، با تاجیکستان مرز داره که مرزها بسیار مرزهای مفید است و مرزهایی است که در اینجا کار شوه مردم در یک رفاهی اقتصادی و جغرافیایی میرسند. خب به هر صورت و علاوه از این در داخل افغانستان بدخشان با ولایت‌های تخار که از حاصل خیزترین ولایت‌های افغانستان است، با ولایت پنشیر که اون هم یک ولایت مهم استراتژیک از نگاه سیاسی و از نگاه جغرافیایی است، همچنان با ولایت نورستان هم سرحد است که اگر استقرار پیدا میکرد دولت‌های خوب میبود، اگر راه‌ها به این ولایت باز میشد، بدخشان واقعا با گل سری ثبت افغانستان تبدیل میشد و این خصوصیت بدخشان داره. علاوه از زیبایی سرشاری که بدخشان داره که در اینجا اگر زیاد اضافه کنیم ویدیوی ما زیاد میشود. از نگاه تاریخی بدخشان و قطغن، میرهای بدخشان، تاریخ بدخشان که اینجا مجال یادآوریش نیست، شما در به همین نام که تاریخ قطغن و بدخشان کتاب‌های زیادی نوشته شده بخوانید. بدخشان بسیار تاریخ درخشان داره و تاریخش در این بخش‌ها که از نگاه اقتصادی گفتم لاجورد، طلا، میز، جس، قلعی، زمرد، امی آب خودش امی فراورده های زراعتی، میوه بدخشان، موملایی بدخشان، اینا همگیش که در مجموع جمع شوه یک ثروتی بزرگ اقتصادی است. و از نگاه علمی بدخشان در طول تاریخ قدیم و در تاریخ جدید دارای بزرگترین دانشمندان علمایی بودند که حتی مردم بدخشان نامی بعدی از اینها را نشنیده. من فقط به عنوان نمونه و مثال او را بدون از اینکه امی حال تاریخی یا زمان تاریخی از اینا را من مراعات کرده باشم از دانشمندای بدخشان نام میبرم و این مجالش نیست که از هزاران دانشمند در این ویدیو ما نام ببرم. یک طوری نمونه و مثال است. در گذشته ملا شاجی بدخشی که در هندوستان بودند، یا بیدیل که در جمله شعرا میگیم ابوالحسن البدخشی صاحب یک کتاب بزرگ اصول فقه است که 3-4 دانشمند در تحقیق او کتاب از جمله دکتر عطاالله از ولایت کنر در سعودی دکترای خود در این بخش گرفتند. دیگر در گذشته ها مردمان نامدار مفتی مخدومی عبدالحکیم، استاد ربانی شهید، مخدوم صاحب شفیع، استاد توانا که از بزرگترین دانشمندان افغانستان است، استاد بیان، عبدالقدیر فطرت که از اقتصاددانای بزرگ دنیاست، استاد نظیف شهرانی، عنایت الله شهرانی، استاد داد محمد نظیر که نوشته‌هاش امروز پر رونق‌ترین نوشته‌های اسلامی و حقوقی در دانشگاه‌های افغانستان است، دکتر محمد الله صخره که ما ایره به یقین و بدون تعصب و با گمان غالب گفتم می‌دانم که در جهان اسلام از این دست دانشمندان و علما در علوم اسلامی و معاصر بسیار انگ شمار پیدا می شود. استاد فضل رحمان فاضل که از جمله بزرگترین فرهنگیان، ناشران، مترجمین افغانستان است. خود جناب واقف حکیمی از جمله دانشمندان است. مولوی صاحب عزیز عراقی از جمله دانشمندان بزرگ است که من میشناسم. در گذشته مولوی صاحب عبدالودود که چندین تالیفی بسیار بزرگ در شکل کلاسیکش داره و از علمای علامی این نیم قاره بود. دیگه مولانا زیرک از درایم، مولوی صاحب قدیر از خاش، دیگه مولانا صاحب عبدالرحمن خرقه، مولانا ذره از خواهان و صدها نفر، هزاران نفر از دانشمندان و متخصصین و علما در بدخشان در هر بخش، یعنی تنها در بخش علوم دینی وجود داره که من نمیتونم که حافظه من یاری نمیکنه که در ویدیو همه از نام ببرم. شما با بزرگوارتون ببخشید و در کامنت شما نامایشانه نوشته کرده برین.
و از مترجمین که قاضی سیبتید است، استاد فاضل است و دیگر دانشمندای بدخشان است من نام بردم. از نگاه فرهنگی علاوه بر زیبایی های خدادادی که به مردم بدخشان یک زیبایی خاصه، یک لطافت خاص خداوند داده، اینها مردم پاکدل هستند، پاک مشرب هستند، پاکیزه هستند در خوراکی، در لباس، در خانه، در سیستم زندگی. مردم اهل مطالعه هستند، مردم پژوهشگر هستند، متوجه به ارزش‌های بسیار خوب هستند، اگرچند که در دیگر نقاط افغانستان مشهور به ساده دل هستند، ولی ساده دلی نیست، این صداقت و لطافت مردم بدخشان است که درویی را بلد نیستند، منافقت را بلد نیستند. خدا نخواسته که دیگه مردم های قسم باشه، ولی مردم بدخشان اقلا یک قسم نیستند. دیگه از جمله شاعرای بدخشان که بیدل که به یقین از بدخشان است، از بزرگترین یعنی قله و آخرین صخره ادب فارسی است که بیدل است. و دیگر از گذشته ها مرده ها زیبنی است، سید متقی زیبنی، سید مخفی بدخشی است که شاید اولین و نابترین شاعری زن در افغانستان باشه. دیگه مصرع راغی است، ناخان صاحب است، لطیفی است، واصفی است که در زمان خود ما او را همیشه بیدل عصری ما یاد میکنم که والله شعرش کمتر از بیدل نیست. دیگه پدرام صاحب شاعر خوب است، عبدالرشید رشته فعلا شاعر بسیار خوب است، جبین صاحب شاعر خوب است، سید محمد مستقیم، حافظی صاحب، زغم صاحب، سودا صاحب و هزاران نفر که بدخشان چیزی که از او هیچ وقت کم نمیاره، شاعر و ادیب و نویسنده است که باز هم من نمیتونم نامه های از را ببرم. شما در کامنت همین چیز کمک کنین، این ویدیو نامه های از اینا را نوشته کنین. از نگاه معنوی چیزی که بسیار مهم است که امی بک‌گراند یا سابقه معنوی یک مردم و یک ملت است. بدخشان در این باره در خاک در سرزمین افغانستان من ادعا کرده میدونم که نابترین سرزمین افغانستان است. شما شاید بسیارتان نفهمین که هر دو نویسنده مکتوبات امام ربانی که مکتوبات امام ربانی که به حیث یک متن معنوی در تمام جهان اسلام از ترکیه گرفته تا افریقا تا تمام کشورهای عربی، نیم قاره هند، آسیای میانه، مکتوبات امام ربانی خوانده میشه به عنوان یک متن معنوی و معرفی. هر خو هم سخنرانی ها و یادداشت های امام ربانی است، سرهندی است. ایرا به نام خواجه یار محمد جدیدی بدخشی و خواجه محمد هاشمی کشمی، دو نفر بدخشی نوشته کردند. این افتخار بدخشان داره که این هر دوی نویسنده این متن بزرگ هر دوش از بدخشان است. دیگه در گذشته هم از نگاه معنوی خرقه مبارک جایگاه اصلیش بدخشان بود که از اینجا اونی که میدانید تاریخش که از جا برده شد و هنوز بقایای از یک کمی در اینجا باقی است. یک بزرگترین یک مرکزی معنویت است. دیگه علاوه از این ناصر خسرو با وجودی که اسماعیلی است، مذهب اسماعیلی را در بدخشان آورده و باطنی را اینجا تبلیغ کرده، ولی خود از او از جمله حکمای امت اسلامی به حساب میره و از بزرگترین فلاسفه و ادیبان امی دنیای ما به حساب میره و که در بدخشان است. دیوان ناصر خسرو و اون همگیتان میخوانید. دیگه اینجا نکته را که از نگاه معنوی قابل یادآوری میدانم عرفای افغانستان در هند است که یک کتاب است آقای دکتر محمد الله در هندوستان ایره تهیه کرده که من یک کتاب خواندم، اگه مبالغه 25 تا 30 نفری از این عرفایی که در هند بودن و بزرگ بودن نام داشتن در تاریخ که دکتر در 4 سال زحمت ایره گردآوری کرده. 25 تا 30 نفر از بدخشان است. و از نگاه سیاسی و بک‌گراند هم تاریخ افغانستان هم اولین قانون اساسی مدرن اساسی افغانستان بعد از استقلال شاه محمد ولی خان نوشته کرده و تحت اداره از اوی ترتیب شده. بعد از او هم در زمان همی خودی ما و شما در زمان جمهوریت سردبیر یا عمو منشی عمومی تدوین قانون اساسی افغانستان از بدخشان بود، استاد شرانی. یعنی در مجموع بدخشان امتیازاتی داره که واقعا در همه ولایات افغانستان اگر باشه به این سطح نیست. بدخشان از این نواحی که یادآور شدم یک ولایت ممتاز، یک مردم ممتاز است. خوی بخش مقدمه ما بود. این حالی این مقدمه را به خاطر عزیز ذکر کردم برای شما که اینجا یک مشکلات است که همین مشکلات ما باید یادآور شویم که همین مشکلات جامعه امروزی ما بخصوص در سوشیال میدیا همین مشکلات بدخشی های ما چیست. از مجموع مردم افغانستان شاید ای باشه، من میگم اثباتش بازم که نفی معادله نمیکنه، یعنی در دیگر جامعه مشکلات است، ولی من میخوام که مشکلات در جامعه خودمان
با نظر به همون آیتی که وانذر عشیرتک الاقربین، اول انسان اگر نتونه که جامعه خود، محیط خود، ولایت خود، مردم خود، الاقرب و فالاقرب خود اصلاح نکنه و برای از اونها تبلیغ نکنه، این حق نداره که به دیگه مردم دستور بده یا چیزی برای از اونها بگه. به این خاطر مطابق نص آیات قرآن کریم من میپردازم میره خاص برای بدخشی ها. اولین مشکلی که در میان بدخشان ما امسال ظهور کرده فراموش کردن اصالت و خوبی های خود مردم است که همین اصالت ها و خوبی ها را که ما ذکر کردیم اینا مردم فراموش کردن، هم از نگاه تئوری را نمیخوانند، هم از نگاه واقعی در زندگیشان کمتر تبارز میکنن. مردم بدخشان مردمی شدن که امروز مردم 20 سال پیش نیستند، مردم 30 سال پیش نیستند، مردم 50 سال پیش نیستند. به این خاطر چیزا را فراموش کردن. مشکل دیگری بدخشانی ها به رهبری و به آدرسی است. خو یک زمانی آمد، یک تاریخی آمد، اوستا ربانی از سرزمین ظهور کرد، اگرچند که اوستا ربانی رهبر و قائد تمامی مسلمانان و نزدیکی های کل افغانستان بود و حزب از او منحصر به بدخشان نمیشد و به کل افغانستان بود، ولی با آن هم یک بدخشی بود، بیشتری بدخشی را کور کرده بود. چپی بدخشان، راستی بدخشان، معتدلی بدخشان، سیاهی بدخشان، سفیدی بدخشان زیر چتر از رفتن. یک مدتی کوتاهی هم نبوده، یعنی از دوران جهاد تا شهادت اوستا ربانی را شما حساب بکنین 35 سال می شود. در این مدت بدخشی‌ها یک آدرس داشتن، یک رهبریت داشتن دیگه. خب همونجا در هر آدرس دیگر هم اگر بودن، اونجا از نگاه معنوی و چیز اینجا یک چیزی بود. فعلا بدخشی‌ها یک آدرس ندارن، یک رهبر ندارن، یک کتله جمع نیستن که متاسفانه ساختن از این کتله در این شرایط، در این آوارگی که جغرافیا افغانستان در دست ما نیست، افغانستان در دست ما نیست، این ممکن نیست. خود در این باره ما در آخری بحث یک چیزی گفتنی دارم. و دیگه سیوم مشکلی که در میان بدخشانی ها ظهور کرده خودخواهی و خود بزرگبینی است. سابق یک چند نفر خودخواهی و خود بزرگبینی میکردن که کلام بودن، قماندان بودن، در مناطق خود در اصولای خود شدن. امروز حالی خودبینی و خود بزرگبینی در تمام اقشار مردم بدخشان نفوذ کرده. عامی، دهقان، دانشمند، فرهنگی، نویسنده، همگی به نوعی همین خودخواهی را پیدا کرده و همگی میگه که غیر از ما کسی نیست. این یکیست. و در نتیجه همی کار عدم تواضع، عدم تحمل و یکدیگر پذیری، عدم محبت، عدم تسامح در مقابل یکدیگر و علاوه از حرص، آز، خویشخوری، تنگ نظری، همین چیزها در جامعه ما عمومیت پیدا کرده که این دلیلش هم خودخواهی و خود بزرگبینی است که این به عنوان یک مرض اجتماعی ایرا در علوم انسانی مطالعه میکنن. و چهارم پاشیدن رشته همبستگی و دوستی میان بدخشانی ها. بدخشانی ها بیشتر ترجیح میدهند امروز که با مردم دیگه جا ارتباط داشته باشند، حتی خشی و قومی با دیگه مردم ها بکنن. بدخشیزم یا همه جامعه با عیسی با همه بزرگیش، با همه توانایی و سابقه علمی و معنوی و مادیش، این جامعه داره از هم میپاشه. دیگه پنجم، یکی از مشکلی که در میان بدخشانی های ما خصوصا در سوشال میدیا و در خارج ظهور کرده، دور شدن از ارزش‌های اسلامی و معنوی است. بس از بدخشانی های ما نمیدانم که خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه به ارزش‌های اسلامی تعرض میکنن، پیغمبر به ریشخندی و تن و مضحکه میگیرن، خانمی از او را میگیرن، قرآن میگیرن، اسلام میگیرن. اینها اگر واقعا بدخشی باشن این کار نمیکنن. تاریخ همین سرزمین فراموش نکنن، ارزش‌های 1.5 میلیون نفوس بدخشان فراموش نکنن. اینها اگر میخوان که فردا روز در بدخشان بروند، در میان مردم باشن، مؤثر باشن، با این کارهایشان هیچ دردی را دوا کرده نمیتونند در مجموع جامعه افغانستان و در جامعه بدخشان و یک دوری و دشمنی با مردم است. و همین گپ باعث شده که ما عدم مبالات به عرض، ارزش‌ها و حریم یکدیگر بکنیم. حتی امیر یک دلیلی پیش ما نیست که ما به ارزش یک کسی دیگه، به حریم یک کسی دیگه، به ناموس یک کسی دیگه تعرض میکنم، گپ میزنم، سخن میگم می حرام است یا حلال است، پشت سر غیبت میکنم، عفت یک کس برباد میکنم، یک بدخشی دیگر را بدنام میکنم. اگر وقتی که مسئله اسلام مطرح باشه و آدم به ارزش‌های اسلام پایبند باشه، واقعا این کار نمیکنه. اینمی بدینی و لادینی باعث از این گپ بشه که این مردم از این چیزها دور شود. دیگه در نتیجه امی از اینکه آدم ارزش‌های معنوی دینی نداشت، آدم عصبانی صحبت میکنه، احساساتی صحبت میکنه، با زبان خود کنترل نداره، عفت زبان مراعات نمیکنه، مصلحت خود و مصلحت دیگه ملت ها را، دیگه ولایت ها را در نظر نمیگیره. هر چی که در دهنش آمد یا در ذهنش آمد در زبانش جاری میشه و بدون از اینکه اندکترین فکر به این مسئله بکنه. و همین گپ باعث از این میشه که تعصب قومی و محلگرایی، تو از کجاستی من از کجاستم، ما خود در چشم دیگه مردم افغانستان بد بکنیم
و این یکی از امراض معنوی است که گفتم در مرض اجتماعی است که یا تا تداوی میشه و این متخصصین دارد این بخش. و دیگه امی کارهایی که کرده میشه که عصبانی، احساساتی، دو زدن، دشمن دادن، توهین کردن دیگر را، دیگر ملت را، دیگر جریان را، دیگر سیاستمدارا را، این به عنوان یک عقب ماندگی ذهنی است که صفت یک بدخشی نمی باشه، عقب ماندگی اخلاقی است که صفت یک بدخشی نمی باشه و در نهایت به شخصیت یک ملت یک مردم نشان میده. به این خاطر ما امیدوار هستیم که اندک افرادی که در این مرض گرفتار هستند از این گپ دست بکشند. این همین مشکلاتی بود که ما یادآور شدم. ولی اینجا یک چیزی را هم در ذهن یادآور میشم کمی روشن باشه. مسئله ما که همیشه بدخشای ما در سوشال میدیا میان دیگه ملت ها را، دیگه مردم ها را، دیگه ولایت ها را، دیگه جریان های سیاسی را نقد میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن به بسیار زبان ادبی و کوچکی. این از نظر من درست نیست، منطقی درست نیست. این همی آل یک کس است یک آدرسی پیدا کرده، کار خود روان کرده رایست، با تو کاری نداره، جیروی کاری تو را نگرفته، جیروی کمکی تو را نگرفته. برادر تو هم مرد شو، برو برای خود یک آدرس بساز، برای خود یک رهبر پیدا کن، اتحاد کن، اتفاق کن، سرزمین خود آزاد بکن، از دین خود دور نشه. اما یک استادی ما همیشه امیر چی میکنه که میگه که تو میگه دین خود محکم بگی، قومم رای تو میه، به خاطر که قوم مسلمان است. اما میگه تو اگر قوم گرفتی دین خود اعلان کردی، یک وقت همین قوم از پلوی تو میروه. پس به این خاطر تو برادر خودت وارد میدان شه، هر چی که میتونی بساز، کار دیگران نقد نکن. عالم کار دیگران چی مانعی کارت میشوه؟ این دیگران را دو زدن، این دیگران را نقد کردن بیجا بدون از اینکه خودت قدمی پیش بمانی، خودت کاری کرده بتونی، به نظر من کمال نیست. و دیگه یکی از امراض مهمی که در میان جوامع، کل جوامع افغانستان و به خصوص مردم بدخشان که ظهور کرده، عدم تعصب مثبت است. تعصب مثبت چی را میگن؟ یعنی تعصبی که در اسلام ممنوع نیست، حرام نیست، در علم اجتماعی یک کار بد نیست، یک کار پسندیده است. او را همیست که ما نمیخوایم که در خوبی های خود یک دیگر دیگران را شریک بسازیم. خیلی خوب، تو علم داری، با دیگه بدخشی منتقل بساز. تو مال داری، دیگه بدخشی را بیار در پلوت که تجارت بکنه. تو سیاستمدار هستی، دیگه بدخشی را بیار در پلوت که یک بازوی تو باشه. برعکس، یک بدخشی ما که در یک جا رسید، در یک مقام کی رسید، بدخشی دیگه اونجا با سایه‌اش که بگذره، باز میگه خوش نداره که اونجا با فکر میکنی جای از او را تنگ میکنه. این عدم تعصب مثبت میگن. من یک مثال براتون میتونم از افغانستان، اگر چند ویدیو ما شاید نیم ساعت شما بازم توقعی ما که تا آخر ویدیو را ببینید. همین هزاربوز یک قوم از افغانستان. چرا مردم هزاربوز کلگش نان دارن؟ به خاطر که یک تجار هزاربوز آمده این اندیشه در میان از اینها ایجاد کرده که شما همین تجارت تا دیگه مردم شریک بکنید. در دبی، در سعودی، در افغانستان، در پاکستان، در آسیای میانه، هر جا که یک هزاربوز هم میبینه، در تجارت خود را شریک میکنه، میاره دکانک برای جور میکنه، همین مردم رشد میکنه. این میره یک مثال بود. اینم همین تعصب مثبت میگن. چرا بدخشا تعصب مثبت نمیکنن؟ کلی کمال بدخشی دو زدن است، کلی کمال بدخشی تخریب دیگر است. او برادر پیش بدر خودت کار خدا بکن. اگر باز دیگه کسا جلوی تو گرفت، باز تو که چرا این کار کردی؟ خب این امراضی بود که من بسیار خلاصه به این اشاره کردم و قرآن کریم در میگه که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، و همچنان قرآن کریم میگه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. میگه شما با هم منازعه نکنین که اما باد شما میره. باد این کنایه از قوت و از توانایی یک چیز است، از انرژی یک چیز، از انرژی تو از من میره. همین انرژی مثبتی را که ما داریم، چرا در تخریب یک دیگر مصرف کنیم یا در تخریب خارج از ولایت بدخشان مصرف بکنیم؟ بیای انرژی را در ساختن خود ما مصرف بکنیم. همون شعری به دلم در اول براتون خواندم که میگه، همون خواندم که بسیار جالب بود، امر یک بار دیگه بخوانم. هر زیما و من چی دارد جز بر روی هم زدن، موج این دریا شکستی شیشه یک دیگر است. خب این مشکلاتی بود که با بسیار سریع و سرسری ایرا یاد کردم. این حال یک سوال است که همه شما سوال میکنید خب این مشکلات است، راه حلی از این چیز است. راه حلی از این را نمیشه که در یک ویدیو آدم بگنجانم، اما ما به شکل نکته ها اینجا یادآور میشوم. شما زبان و لهجه مرا که اگرشم تیز هم گپ میزنم، طبیعتی است شما میفهمین، هیچ گپی ما از پیش شما خطا نمیروه و این را تا آخر گوش کنین. در این مرحله ما نمیتونیم که یک جریان سیاسی، یک حزب سیاسی و گپا چون در داخل افغانستان نیستیم بسازیم، ما مردمی را که در گرد خود جمع بکنیم. ما مجبور هستیم که در جریانات که در افغانستان ساخته شده
نمی جریان روان هستیم. ما بیاین یک خودسازی خود در بیرون در سوشال میدیا تبلیغ بکنیم، سر همی گپ کار کنیم، دانشمندای ما سر گپ ویدیو ثبت بکنن، نوشته بکنن، مثل دکتر سیب صخره و اینها واری، فاضل سیب، مردمای بزرگ فکرت سیب مشوره بتن، مینوی سیب اینها. ما اینجا خلاصه یادآور بشم که همین راه حلی مسائل چیز است. این راه حلی مثلا بسیار ساده نیست. یک شبانه روز، 5 شبانه روز، یک مرضی که 30 سال دوام کرده باشه در 3 روز، در 3 ماه تداوی نمیشه، در 3 سال تا تداوی نمیشه. ما باید شروع بکنیم از یک نقطه خوردم که باید باشه. اولین مرحله خودسازی همین که گفتم که اشاره کردم در جریان بحث که خود را ملبس ساختن به لباس و اخلاق و ارزش‌های اسلامی است که اگر ما این کار نکنیم ما از مردم دور میمانیم. مردم بدخشان مردم مسلمان است. اگر ما این کار نکنیم مردم مذهبی است، مردم سنتی است. اگر ما این کار نکنیم ما دیگه از بدخشان نیستیم، اونجا حتی رفتن نمیتونیم. همین گپا را که در بیرون در هلند و کانادا و امریکا و اروپا میزنیم دیگه در اونجا این گپا را زدن نمیتونیم. این گپا باد هواست. ما باید ملبس به اخلاق و ارزش‌های اسلامی باید باشیم. نمیشه که تو از مردم جدا باشی و بخوای که رهبری مردم ها باید بکنی. اما گفتم که استادم میگفت که شما با دین خود چنگ بزنید قوم همراه شما میاد، اما شما اگر با قوم چنگ زدین باز دینم از پیش شما میره و قوم از پیش شما میره. دومین نکته هم است که ما کوشش بکنیم بعد از همین که ویدیو را میشنوین به عرض و ناموس و ارزش ها و خصوصی حریم خصوصی یکدیگر نپردازیم، غیبت یکدیگر نکنیم. کیست که کمبود نداره، کیست که مشکل نداره. اما یک مسئله مشهور است که میگه در خانه شیشه‌ای که تو شیشه خانه دیگه مردم به سنگ نزن. تو که به ناموسی از او به عزتی از او که تجاوز کردی و از تر میگه و جلو پوستک خانواده تر از آب میکشه. باز همینجاست که دیگه تو هیچی نیستی. سوم راه حلش هم است که ما هر حرفی را که میزنیم باید حداقل یک روز نمیشه و یک چند ساعت سر از او فکر کنیم، با نتیجه از این بفهمیم، از راه از این بفهمیم، فایده از این بفهمیم، چی فایده داره به شخصیت ما، به خانواده ما، به جامعه ما، به مردم بدخشان ما، در مجموع به سیاست افغانستان چی داره. این را باید دربارش فکر کنیم. فکر نکنه گر زدن چی نیست. بود تخار یک کس بود که ما فلانی ری اول فکر میکرد است، بعد اول گپ میزد بعد فکر میکرد است. آدمی تو نیست که اول گپ بزنه بعد فکر کنه. اینا میگه که ما تهیه میکنم قاعده 20 نفر دانشمند بدخشانی نمیره ما مشوره کردم. چهارم ما همی خوب بودن خود برای دیگه ملت ها برای دیگه جریان ها و برای دیگه مردم ها نکشیم. صحیح است که همین چیزا را که ما گفتم ما داریم، ولی نباید در روشن از دیگران را تحقیر بکنیم. دیگه مردم ها ارزش دارن، اهداف دارن، کار دارن، جریان دارن. این کمال نیست. اما میگه کسی که میتونه عمل میکنه، کسی که نمیتونه درباره دیگه مردم گپ میزنه. این نه دانش است، نه اخلاق است، نه کدام تئوری است که دیگه مردم ها باید بگویی. دیگه پنجم همین کارهای خیر دست کم نگیرین. یک کس یک شعر بیدره براتون ترجمه میکنه. همین آقای رشته یک شعر میسرایه، آقا حافظ یک شعر میسرایه. اینم یک کاری است که به معنویات، به روح مردم ارتباط داره. یک کسی یک آیت ترجمه میکنه، یک بدخشی دون همین کارا میکنه و تشویق بکنین. کارهای خیر یک دیگر کم نگیریم، میواز تقریب در کارهای خیر کمک بکنیم. اینم یک یوتیوبری بدخشی برای ما الگو شده که همونجا یک کامرگکش گرفته قریه به قریه بدخشان میگرده، از خالی یک چاری مردم کمک گیره. همین کار خوبه، این چقدر خوب است. یک مثالش که همون بتونه که برای شما الگو باشه. و ششم و بسیار مهم، این را باید بدونه هر بدخشی، دانشمندی بدخشی، سیاستمداری بدخشی، عالمی بدخشی، توریستی بدخشی، حتی همین سکولاری بدخشی، حتی تجاری بدخشی که ما جزئی از مردم افغانستان هستیم. شما کاری نکنید که خدا با مردم افغانستان دشمن بکنین. خدا یک تافته جدا بافته از دیگه مردم افغانستان فکر کنین. مردم بدخشان در طول 1000 سال با نمی سرزمین ارتباط داشتن. این نامش مهم نیست که افغانستان بود، خراسان بود، که پای هیچ دردی را دوا نمیکنه، ولی یک درد اضافه میکنه که اگر ما در تقابل با دیگه مردم، با ارزش‌های دیگه مردم، زبان دیگه مردم، فرهنگ دیگه مردم، این گپا را ما چی بکنیم؟ با چالش بکشیم، توهین بکنیم در میدیا. این اول همین رذالت خودی ما را نشان میده، عقب ماندگی ما خودی ما را نشان میده. باز در آینده ما را به دیگه مردم نشان میده. و تو آقا را در خارج شیشه و از مردم بدخشان دفاع و حمایت کرده نمیتونی. پس به این خاطر ما جزئی از مردم افغانستان هستیم. کوشش نکنید که خود از مردم جدا بسازین و حرف مفت زدن این کار آدمی با عقل نیست. هفتمین راه تداوی این گپ مراجعه به متون ادبی و ورزشی است که ما قرآن گفتیم، حدیث براتون گفتیم. شما باز نمیگید کمی قیاسی زیاد ملایی میکنه، مسلک از این ملایی است. این گپ ضرور است. هر کسی میخواد که معنویات داشته باشه و بدون قرآن و بدون حدیث نمیشه معنویات. خوب علاوه از این کلی مردم ملا نیست، کلی مردم عربی نمیفهمه، کلی مردم دین نمیفهمه. همین مردم
مثنوی معنوی مولوی را خود میخونه. کدام شما در خانه‌تون مثنوی معنوی میخونید، بچه‌هاتون کوشش میکنید که به این گپ روی ببرید؟ در اون روح معنویات، روح معرفت، روح عرفان در کتاب مولانا هست، میره بکنین. دیگه بوستان و گلستان سعدی را شما کدام در خانه‌تون دارید؟ بیارین بخونین، هم ادبیاتی فرزندان داشته میشه و هم حکمت زندگی میآموزین. در بوستان و گلستان هم علم اجتماع است، جامعه شناسی است، حتی سیاست است، حکمت است، اینها را باید بخونین. دیگه اگر بسیار شجاع هستین، نظامی هستین، میخواین که در سنگر بجنگین، میخواین که جریان نظامی جور بکنین، شاهنامه بخونین، تشویق بکنین به این گپ. حالا یک بدخشی بیا شاهنامه خوندن را شروع کنه. اون دکتر سیب استخره مثنوی معنوی را هر هفته درس میگه، 10 تا بدخشی امر نشر نمیکنه. از بدخشان است، زمان خود است، مردم خود است. پس به این خاطر این با متون ارزشی گذشته ما، قرآن، سنت، کتاب مولانا، بوستان و گلستان و شاهنامه و امثال از این کتابایی که است شما رجوع بکنین و این را در فرهنگ خود جای بدین. این حرفی من شما زیاد سرسری نگیرین. چرا؟ به خاطر که میخوام یک نکته را باز یادآور شم. باز برای ما کس در اینجا نگو نکته نگیره که این ملایی میکنه. برادر، از تکنولوژی، کامپیوتر و موبایل اخلاق و معنویات و جامعه ساخته نمیشه. این چیزهایی است که از اینا باعث یک وسیله ما کار میگیریم. اخلاق یک جامعه، ارزش‌های یک جامعه در پرتو متون معنوی گذشته ساخته میشه. و تمدن یعنی متمدن بودن، تمدن یک چیزی نیست که حال تو را ایجاد بکنید. تمدن از گذشته میاره با حال پیوسته میشه. تو اگه خود از گذشته قطع بکنی، تو یک آدم هستی که پا در هوا میمانی، یا گوتی پرانی وارد که تارش از هم سکلیده. تو یک آدمی بی‌معناست، هیچ جا پای تو چی نیست، هیچ اصلی نداری. با رویت کلام اصل، با کلام پتانسیل، با کلام اساس تو دعوت میکنی، تبلیغ میکنی، مردم یک جا میکنی. به این خاطر از ارزش‌های معنوی خود دور نکنین. ما بازم خلاصه میکنم گپی خود. روح ادب در بوستان و گلستان است، روح معرفت در مثنوی معنوی است، روح شجاعت و شهامت در شاهنامه فردوسی است. دیگه چی میخوای؟ همه چیز تو داری ولی از خود تو بیگانه هستی. هشتم، عدم تعرض به دین و ارزش‌های دینی و سبکسری در مقابل ارزش‌ها که مثال از طنز و شراب گپا را از بعضی بدخشان در خارج براتون گفتم. دیگه نومم، امی خوبی‌های یکدیگر را شما بزرگ جلوه بدین. چرا یک کار خوبی یک بدخشان رو تبلیغ نمیکنه، اما یک بدیش ببینید کلگی دربارش گپ میزنید. زی اتحاد مگس شاد میشود پیدا، خدا چه لذتی در اتحاد آفریده است. و از نگاه واقعی زندگی، جامعه شناسی باز هم که اگر تو در مابین خود اتحاد نداشتی، پیش دیگه مردم تو ذلیل میشی، تنها میمانی، یکم میمانی، محتاج معلوم میشی، درمانده معلوم میشی. اما تو اگر اتحاد داشتی، یک کتله داشتی، در مابین خود اتفاق داشتی، باز دیگه مردم برای تو ضرورت پیدا میکنه. با آدرس تو دیگه مردم میاد. ابی اولاد چرا ما با آدرس دیگه را گپ میزنیم؟ به خاطر که خود ما آدرس نداریم، خود ما اتحاد نداریم. دوم، عیب‌های یک دیگر را بپوشانید. این هم شب یک دانشمندی بدخشانی برای مال نام نمیگیرم که تصمیم ما است که در این ویدیو ما از کسی نام نبرم. برای ما حدیث نوشته که حدیث خود من میفهمم، خو یادآوری میکرد که من ستر مؤمنا ستره الله. امی اصل ما از کجا بگیریم؟ از دین بگیریم. کسی که یک مسلمان، یک انسان که ستر میکنه، خدا او را ستر میکنه. از دیگه عملی واقعی هم است که تعرض و ناموس و حیثیت یک دیگر که با بازار عرضه کردی و افشا کردی، در میدیا برش گفتی، ترم داری، جلو پوستکی ترم میکشد. از دیگه عملی و از دیگه دینی کار همین قسم هست. دوازدهم مورد بسیار مهم که بدخشی هایی که در دیگه حاضر هستند شما را اونها غنیمت بدانید. حالا یک 4 بدخشی در حاضر است، مثلا در مقاومت است، یک 4 بدخشی در اتحاد اسلامی همراه استاد صیاف است، از جمله خودی ما. شما وجود اینا را یک غنیمت بشمارید برای بدخشان، از وجود از اینا استفاده بکنید. اینا خود دزدی نکردن، اینا خود مال مردم چور نکنن، اینا خود مردمی نیستن که مثلا با بدخشان ضرر رسیده باشه. اگر 100% نرسید، یک فایدهش با بدخشان رسیده. من مثالش خودم میتونم. من در آدرس استاد صیاف هستم، از یک شخصیت بزرگ و واقعا بزرگ و واقعا با سینه فراخی در سطح افغانستان شاید شخصیت داراش کمتر شده باشه و پیدا نشوه. من در آدرس هستم تا جایی که دوستی من رسیده، بعد هزاران نمیگم، با صدها بدخشی ما کمک کردیم. هر بدخشی که هر روز آمده ما پیش استاد بردیم، عریضه ازیره بردیم، امر برش گرفتیم، در پوانتون شامل کردیم، فیزش هم مثلا معاف کردیم. هر کاری که در حد توان بوده، من همین کلی کار ما کردیم. اگر خودی ما در این جای عزت داشتیم، همیشه کوشش کردیم که همین عزت فایده هم در بدخشی بره. حالا 4 بدخشی در یک آدرس دیگه، شما آدرس استفاده بکنید، شما اونا رو با چشم دشمن نبینید. ولی او بدخشی‌ها هم باید ایرا بدانند که بودنشان در یک آدرس دیگه به معنای از این نیست که تو مردم بدخشان رو تحقیر بکنی یا بدخشان مابینش نفاق و شقاق و گپا ایجاد بکنی.
و سیزدهم و بسیار مهم، همه این چیزها مهم است که بعضی نکات بسیار مهم است. عدم حمایت از افراد احساساتی، کوچگر و سرسری به عنوان بدخشی. حالا یک کس میاد مردم دو میزنه، به عفت، به ناموس، به ارزش‌های یک مردم تجاوز میکنه، تو فقط محض از اینکه آدم بدخشی گفته و زیر از او لایک میکنی، کامنت نوشته میکنی و ترم گپ از او را تکرار میکنی. پس این ارزش‌های بدخشان که تا حال میاد آورش نمی شد، این کاری درستی نیست، این کمال نیست. این بدخشان ذره ذره میکنه، این بدخشان نابود میکنه، این بدخشان در کام جهل میبره، در کام تروریسم میبره، این بدخشان در کام عقب ماندگی میبره. این کاری درستی نیست. ها برادر، در اروپا شیته، در مد تمدن شیته، در مد ترقی شیته، هنوزم توی درس یاد نگرفته که دیگران را تو تحقیر نکنی. و 14ام هم پرهیز از فرنگی به منچی. حالی بعضی بدخشی‌ها را که ما تماس میگیریم میگم به من چیز میگه، والا سی یک آدم بیا عقل پیدا میشه مرا دو میزنه. برادر ایت نمیشوه. هر کس بگو به من چیز که جامعه خراب میشوه. امو امام مالک رحمت الله علیه است که اجتماع نکن قولی از او که میگه اذا سکت العالم و جهل الجاهل فمتى یظهر الحق. وقتی که یک کسی که چیزی را میفهمه سکوت کنه و عوام و مردمی درس خوانده که چیزی را نمیفهمه او را از جهل خود چیزی نگوه، بگه حق چی وقت ظاهر می شود. قسمی که در اول گفتم یک کسی است که باید زخم‌ها را نشتر بزنه و این گپ چه بکنه. و اینجا هم یک نکته دیگر اضافه میکنم، ویدیوی ما بسیار زیاد شد، بازم امیدوار هستم که خسته نشوین و این را تا آخر ببینین. با اگر وقت نداشتین در چند پارتی را ببینین. امی تعصب مثبت هم میخوام در یک ضرب المثل چی میکنم براتون توضیح بدم. همین ضرب المثل ما است که میگه در ولسوالی به قوم نباشی، در قریه به عمکزاده یا به بچه کاکا نباشی و در میان بچه های کاکا میگه به برادر نباشی و میگه در میان برادرها میگه به فرزند نباشی. این یک اصل است. این هر کسی که گفته در پدرم امیره مرحومی تکرار میکرد برامون، گفت میگفت در ذهن مونده. این یک راه حل خوب است. یک راه حل خوب است که شما از حد کوچک کم کی است امی اتحاد و اتفاق ایجاد بکنین. بازم یک بار دیگه تکرار میکنم که فعلا امکانات ساختن یک جریان سیاسی نیست برای ما، ولی در خارج که هستید، در کتله‌های کوچک در هر شهر که هستید، در هامبورگ هستید، در مونشن هستید، در کوپنهاگن هستید، در هر جا که هستید، یک کتله‌های کوچک بسازین، بابند همدیگر همدلی داشته باشین، رفت آمد داشته باشین. همین وقت‌های خود که عوض یک کنسرت یک فاحشه برنتیر بکنین، بیاین قدی 4 بدخشی بشینین، یک پیاله چای بانین، یک آش بکنین، صحبت بکنین برای حل همین مشکلات و معضلات در کانادا بیشتر از بدخشای ما. یک راه یک اتحاد جور بکنین، همین فداکار را بکنین. این کار نه پول میخواه، نه زور میخواه، نه حمایت خارجی میخواه. گپ‌های ما زیاد شد. اقول قولی هذا استغفر الله و لكم ولسائر المسلمین واستغفروه هو الغفور الرحیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. من منتظر بحث‌های شما هستم، منتظر ویدیوهای شما هستم، منتظر راهنمایی‌های شما هستم. سلامت باشین.